تست تعویض لاستیک تیغ برفک کنای ژله‌ای خودروی جک جی 5. خب حالا میخوام ازت بپرسم اگه اشکال نداره تصویر باشی. نیاز نبود توی هرشی قبلش چجوری بود؟ البته اینو بگم که این رو تا من دور فرمونشو بدوزم لاستیکاش هم خودش با راهنمایی من عوض کرد که احتمالاً اگه ارسال کنم نمیتونن عوض کنن. درسته؟ آره ژله یا قابل تعویض نیست، خودتون بخواید عوض کنین یه مقدار سخته و باید بیاید ما عوض کنیم. خب بیشتری مثلا دستمزد تعویضشه. نوع لاستیکی که براش انداختیم لاستیکی بود از جنسایی که به این زودی ها نمیپوسه. نظرت در مورد در کنار ما بودن چیه؟ خیلی حاله. حضوری بهتر آقا. آره خیلی ممنون وقت گذاشتی ما رو تحمل کردی. خدا نگهدار.